خب همینطور که میبینید اینجا من یه برنامه نوشتم، گفتم که پسوردی من اینه و گفتم اگر پسوردم رو اشتباه وارد کردم چی کار کن. گفتم بیا اول بوق سیستم منو در بیار، بعدش پرینت کن واسه من، بگه یه هشدار واسه من بده، بگه وارنینگ، هشدار، پسوردی که وارد کردی اشتباهه. و بعد گفتم اگر پسورد رو درست وارد کردن چیکار کن. گفتم بیا بگه your password is true، پسوردی که شما وارد کرده این درسته. الان اگر من برنامه رو اجرا کنم اینجا از من چیکار میکنه؟ میاد یه پسورد میخواد. نگاه کن من پسوردمو اشتباه وارد میکنم، مثلا اینجا 4 تا 1 میزنم، بغضت اومد هشدار داد your password is false. خب دیدین دیگه